با سلام حضور شما عزیزان و بینندگان محترم کانال کلکتیو تیم. امروز 14 آبان 1401 مصادف است با 5 نوامبر 2022. امروز می‌خوایم که در مورد موضوعی صحبت کنیم که خب متاسفانه کمی از لحاظ روحی هممون رو ناراحت و غمگین میکنه، ولی خب مجبوریم مسائل رو صحبت بکنیم و در این مورد همگی تمهیداتی رو بیاندیشیم و هشدارهایی رو بدیم. میدونید که در حال حاضر میشه گفت که 50مین روز اعتراضات رو پشت سر گذاشتیم. در طی این 50 روز به گزارش سازمان‌های حقوق بشری به صورت رسمی البته بیش از 300 نفر از اعتراض کنندگان جون خودشون رو از دست دادن در حین اعتراضات. بسیاری زخمی شدند و این البته آماری هست که خیلی کمتر از آمار واقعی هستش. این رو میدونیم، به تجربه این اثبات شده. ولی اونی که مسئله‌ای که خیلی مهمتر و نگران کننده تر هستش اینه که در حدود بیش از 14,000 نفر در حین این اعتراضات در طی 50 روز اخیر از طرف نیروهای امنیتی، اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و ارگان‌های امنیتی رژیم اسلامی دستگیر شدند و زیر شکنجه هستند. به تجربه از میشه گفت که با داشتن تجربه‌ای که از اعتراضات سالهای گذشته، اتفاقات سالهای گذشته داریم و شنیدیم و دیدیم، احتمال این خیلی زیاد هستش که از بین این دستگیر شدگان تعدادی انتخاب بشه و مجبور به اعترافات اجباری و حتی تلویزیونی بشه و احکام سنگین و حتی احکام اعدام برای اینها صادر بشه که در 7 آبان، یعنی تقریبا میشه گفت که یک هفته قبل، این دادگاه در تهران، دادگاه انقلاب تهران برگزار شده با قاضی معروف و عرض کنم دجال رژیم اسلامی، قاضی صلواتی، و احتمال اعدام، صدور حکم اعدام برای 9 نفر از این اعتراض کنندگان و جوانان وجود داره و به احتمال زیاد این احکام اعدام صادر خواهد شد. چند تن از این معترض کنندگان و چند تا از این احکام اعدام اجرایی خواهد شد، این البته مشخص نیست، ولی در حدود میشه گفت که کمتر از 2 جلسه 3 جلسه این احکام صادر شده و این بسیار نگران کننده هست از لحاظ نقض آشکار حقوق بشر. اینجا به 2 مسئله اشاره خواهم کرد. زیاد این ویدیو رو طولش نخواهم داد و این رو صحبت خواهیم کرد که یک،
احکام این چنینی از طرف جمهوری اسلامی درسته که سابقه طولانی داره و قوه قضاییه و سیستم قضایی ایران، سیستم به اصطلاح قضایی ایران در صدور چنین احکامی برای مسائل سیاسی، برای معترضان و دیگراندیشان و اشخاصی که به طرق سیاسی اعتراض کردن و میکنن، خب مسبوق به سابقه هستش. ولی در حال حاضر این احکامی که احتمال صدورش هستش و احتمال صدورش خیلی به احتمال قوی وجود داره. همچنین میدونید که قاضی صلواتی در مورد دادن چنین احکامی مشهور و معروف هستش. این نشون دهنده اینه که حکومت و رژیم ایران یعنی نشانه مستأصل بودن رژیم ایران هستش و دقیقا میخواد که با اعدام چند تن از معترضین رعب و وحشتی رو در جامعه ایجاد بکنه که قبلا همین کارو کرده. مثلا در سال 1374 شمسی که در تبریز در 31 فروردین 1375 در 31 فروردین 1375 که نماینده تبریز رو جلوش رو گرفتن و اسمش رو خط زدند، چندین نفر رو همزمان بعد از ظهر توی تبریز به اتهامای واهی مثلا قاچاق مواد مخدر و یا قیس آزاد از این دست اعدام کردن. خب در اون زمان، در اون برهه، اشخاص رو به مسائل سیاسی، به دلیل مسائل سیاسی و یا مثلا ارتکاب مسائل سیاسی به دلیل مثلا احتمال داره که به قبح مسئله نام دیگه ای رو بهش میذاشتن و یا اگر میخواستن که حذف فیزیکی بکنن به صورت آشکار اعدام نمیکردن و با لطایف الحیل، با مسائل، با روش های دیگه ای از بین میبردن. ولی در حال حاضر میبینید که رژیم کاملا مستأصل شده و دقیقاً به دلیل اینکه به خاطر اینکه میخواد رعب و وحشتی رو ایجاد بکنه در بقیه افراد جامعه، لایه‌های مختلف جامعه، با حکم‌های اعدام و یا حکم‌های حبس ابد و حکم‌های خیلی بسیار بسیار سنگین میخواد که رعب و وحشت ایجاد بکنه و این اعتراضات رو فرو بنشونه. مسئله دیگه‌ای که اینجا بایستی بهش اشاره کرد اینه که درسته که جمهوری اسلامی دارای نیروهای نظامی و انتظامی، نیروهای اطلاعاتی و قدرت دستشه کلاً، ولی خب ما که اینجا هستیم بیرون از ایران میتونیم با مراجعه پی در پی هم به صورت شفاهی هم به صورت کتبی به سازمان‌های حقوق بشری که در هر کشوری وجود داره افکار عمومی جهانی رو بر علیه جمهوری اسلامی متوجه بکنیم و فشار وارد بکنیم، فشار بین المللی وارد بکنیم که جمهوری اسلامی حداقل از بترسه و از اعدام این جوانها جلوگیری بکنه و این کار رو انجام نده.
این کاری هست که میتونیم انجام بدیم. من خواهش میکنم از همه دوستان در هر کشوری که هستن گزارش 1 صفحه‌ای 2 صفحه‌ای هر طور که صلاح میدونید و به هر زبونی که هستش توی هر کشوری که هستید به اون زبون لطفاً بنویسید، کتبی بکنید. 1 روز 2 روز از زمانتون فراغت بکنید و تشریف ببرید به سازمان هایی که به دفاتر سازمان های حقوق بشری که در کشور و یا در شهر خودتون هستش مراجعه بکنید، صحبت بکنید. مطمئن باشید که گوش خواهند کرد و توجه خواهند کرد. منتظر نباشید که کس دیگه‌ای بره. هر کس بره، یعنی مکتوب بکنه و به عنوان یک شهروند، به عنوان یک اکتیویست این کار رو انجام بده. مطمئن باشید که نتیجه خواهد داد. به صورت جمعی نرید. هر کس یک برگه بنویسه و بره و خودش و این کار رو انجام بده. 100 نفر 200 نفر هر چقدر میتونید این کار رو انجام بدید تا این جوانها و این معترضین از خطر اعدام، حداقل از خطر اعدام رهانیده بشن و اعدام نشن و جمهوری اسلامی جونشون رو از دست ندن. ممنونم ازتون. زیاد در مورد این مسئله البته جا داره که زیاد صحبت بکنیم، ولی خب بعد از این برنامه ترکی به زبان ترکی هم خواهیم داشت. سعی خواهیم کرد که ویدئوها کوتاه باشه و به صورت اطلاع رسانی و آنالیز کوتاه باشه. ممنونم ازتون و تشکر میکنم که این ویدئوی کوتاه رو تماشا کردید. سلامت و تندرست باشید.